از اهل علم بپرسن، فکر کنن، اندیشه کنن، پس اقدام کنن. شما میبینین که یک اقدام ناچیز شما که در اونجا حمله تروریستی صورت میگیرد، ده ها تاجیکستانی، مادر تاجیک، خواهر تاجیک، مرد تاجیک، جوان تاجیک، فرزند مکتب خوان تاجیک در غم و اندوه و عذاب و اذیت دوچار می شود. اگر ما امروز اندیشه نکنیم، تفکر نکنیم، برای درست نرویم، اقدام درست نگیریم، آینده عذاب و اذیت ملت تاجیک بدتر و بدتر می شود. ما می بینیم که یک کار تروریستی که در یک جا انجام می شود، اونجا اسم تاجیک گرفته می شود و هر روز تاجیک را اذیت و عذاب و لط و کوب و فغان و باز گرفته به تاجیکستان به دست همون ظالم میفرستند که در اونجا در داخل وطنم به دست همین ظالم ایمانش، ناموسش، وجدانش اذیت می شود، رنج دیده می شود، لط و کوب کرده می شود. برادران گرامیم، برادران جسورم،